داری بذار اینجا. بعدی عزیزم. خدمت شما. بفرمایید. امیدوارم از خوردن این غذا لذت کافی رو برده باشید. آقا من نمیخورم باشیم داخلشون. بوی! انگوشت عشق کامل الان این بقیت بازار در آوردی یه انگشت دیگه. 2 1 آقا انگشتش داخل سوپ بود. به سوار سوپ دیگه. نه سلوات آقا این الان میاد تولدته اینم خب کنی لب ماشاءالله عباس دمت گرم عباس متینه رفت تو شیشه ناموسن نه جای حلیمه امیر داداش چطور بود؟ چوبی دانم پوریا اثرات کیک تو گوش هم هست هنوز آره مزه کیک میده آره سکوت. 2 1 تمام خاطره های تلخ و شیرینمو با این ماشین دارم. مثل چشات ازش مواظبت میکنم. کوچه بچه روش یه خط بیفته. من دیر کردم باید برم به پروازم برسم. راستی این لباسم برو عوض کن، یه لباسی در شأن و منزلت اینجا تنت کن رسمی. پسر خاله. آتیشش میزنه. مرسی. برو بسر. پسر خاله بله. برو به سلامت. خدا شاهد تو هیچ وقت آدم نمیشی. وقتی میگم هول میشم. لذت بودی گفت تو نکن. ببند. سلام به قفسه بندی وکیلی خوش اومدید. این قسمت رو مخصوص قفسه های مخصوصه. نه 2 تا مخصوص گفتم. این قسمت قفسه های فروشگاه ها، هایپرها و سوپرمارکت ها هستن که حواسم نباشه کار قشنگ نزده کار قشنگ خبری بشم من یه بخاطر سنگرده بشنم چیزی من فهم بیام سرکار من بخاطر چی؟ غذا موز چقدر دیروز من انداختم علکی هستم سر کیلو 45 خیام خوردم صبح دل درد گرفت یکی نبوده یه اینا رو زیرو میخورد سوسماس بادگیره داره مثلا. این چیه؟ خفاش. چطوری؟ استرس داری؟ تخمه میخورید یا چی؟ لحظه خیلی حساسیه تخمه بابا اینو نگفتم که بنه رو گفتم بزن